همچنین در همین کتاب بهار الانوار در جلد دیگر این کتاب در جلد 69 در اینجا هم روایات متعددی وجود داره. دقیقا همون چاپ از این نسخه ای است که ما داریم. در اینجا در روایت 18 در صفحه 65 در تفسیر و من یکفر بالایمان فقط حبط عمله میگه فقال یعنی به ولایت علی، کسی که به ولایت علی اعتقاد نداشته باشه این انسان اعمالش نابود میشه. درست. و هو فی الاخره من الخاسرین، و در روز آخرت در جمله زیانکاران خواهد بود. در روایت بعدی در همین کتاب در اینجا در روایت 12 در صفحه 82 جلد 69 کتاب بهار الانوار در اینجا در روایت 12 چی میگه؟ از علی ابن عبدالله عن موسی ابن سعدان تا میرسه به امام جعفر صادق و ایشون از پدرشون نقل کرده که الله سبحانه و تعالی علی رضی الله تعالی عنه رو بین خودش و بین خداوند به عنوان یک علامتی قرار داده. لیس بینه و بینهم علم غیره فمن تبعه کان مؤمنا و من جهده کان کافرا. کسی که از علی پیروی کرد مؤمن است و کسی که علی رو انکار کرد کافر است. و من شک فیه کان مشرکا. کسی که در مورد علی شک کرد مشرک است. این روایت در صفحه 88 جلد 69 هست. در روایت 25 در اینجا علی عن ابي علي الخراساني عن مولى لعلي بن الحسن قال كنت معه عليه السلام با ابي الحسن بوده في بعد خلواتي فقلت ان لي عليك حقا الا تخبرني عن هذين الرجلين. برگردن توی امام من حق دارم که در مورد این دو مرد به من بگی. عن ابي بکر و عمر، در مورد ابوبکر و عمر. فقال امام در اینجا گفت کافران، این دو نفر کافرن. کافر و من احبهما، هر کسی که اینا رو دوست داشته باشم کافره. نه تنها خودشون کافرن، هر کس به مجرد اینکه ابوبکر و عمر رو دوست داشته باشی کافری. درست. و در ابی حمزه سمالی که داعش معروف است در مفاتیح الجنانشون، این از علی ابن الحسین از ایشون سوال شده که در مورد همین سوال از ایشون کردن، گفته کافران کافرون من تولاهما، هر کسی که تولا داشته باشه به اونا هم کافره و این دو نفر هم خودشون کافرن. و مثل این روایات زیاد است که به همین قدر اکتفا می‌کنیم.